همدیوران عزیز سلام علیکم. امروز یکم ماه سال 2025 می باشد. امروز ما بوغمان رو دورو پوشیدیم از بنوی برگویش، از بنوی درختش. چی دورو پوشیدیم؟ دورو با مقابل چی بود؟ دورو با مقابل انتراکنوز انگور بود. دورو با مقابل جلد زدن انگور بود. دورو با مقابل رک یا که باکتریال ارژوک یا که همین حشرات های درخت های نوک و گیلوس و همه چیز، همه همین میوه ها بود. ما چیکار کردیم؟ ما گرفتیم 18 لیتر دورو زنک، دورو پوشک، 18 لیتر آب میگیریم. اول 10 لیتر میگیریم، بعد بالاش با 8 لیتر پوش میکنیم، میشود الوه میکنیم، میشود 18 لیتر. اول انداختیم در همین 10 لیتر آب 10 گرم دوری سکور در آب آمیخته میکنیم. از بالایش انداختیم دوروی حشرات. من که مصبینا دوست میدارم ولی نداشتم، سوپر توپ زدیم. از بالایش ایلوه کردیم ویتامین گومات کالی استحصال زواد ازوت تاجیکستان. این به نهایت دوری بهترین است. این ویتامین است سیپسیو. از این باشد ما در 18 لیتر 20 گرم ایلوه کردیم. از دوری ضد حشرات هم 20 گرم ایلوه کردیم. از اسکور چلی گفتم 10 گرم. باز از بالایش برای نشونامویش نقش شود گفته از کربامیت تاجیکستان، زواد استحصال ازوت تاجیکستان. من همین یک قاشق کربامیت ایلوه کردیم. یک قاشق خوش خواب کنید میشه، زیاد نکنید که میسوزاند. و برگای توک ها رو این چونین تمامی درخت ها رو ما با این محلول ها شستیم. اکنون ما دیگر توک ها رو تا گل کردن و از گل فرو آمدن و مانندی نخودی مایده مشوم، چنین مشوم شدن انگور دورو نمیزنیم. از گل فرو آمد چنین مشوم شد، بعد دورو میزنیم. باز همین رو تکرار میکنیم. باز ویتامین میتیم، باز سکور میزنیم، باز مقابل حشرات میزنیم و همین خیل. بعد از گل کردن با یک 4-5 مرتبه دیگه دورو میزنیم. ممکن 6 مرتبه هم زنیم. وقتی که آب گرفتن تا میبیاید، یک ماه پیش از پختنش دیگر دورو نمیزنیم که تاثیر دورو از بدن میوه خارج شود. حالا همدیوران عزیز، این کاری ما بود امروز. من گومات کالی تاجیکستان بهترین و ازوت تاجیکستان بهترین ازوت. این چونی این دوره ها رو از پاوروتی گلبوته از مغازه اگرو دهقان رقم یک از خورشید میتونید خریداری نمایید. همدیوران عزیز در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.